رامین رضاییان یکی از چهره‌های پر انرژی و جنجالی فوتبال ایران در اول فروردین 1369 در روستای سمسکنی اولیا از توابع ساری به دنیا اومد. او در یک خانواده ساده بزرگ شد. پدرش عین‌الله رضاییان نام داشت و رامین تنها یک خواهر دارد. در دوران کودکی علاوه بر فوتبال به ورزش‌های دیگه مثل دویدانی و حتی شطرنج هم علاقه داشت. اما از همون بچگی عشق اصلیش فوتبال بود و تصمیم گرفت مسیر حرفه‌ای رو دنبال کنه. رامین فوتبال رو از تیم‌های محلی شروع کرد و بعد به شهرداری ساری پیوست. مدتی بعد وارد رده‌های جوانان شد و سال 1388 وقتی فقط 19 سال داشت اولین تجربه لیگ برترش رو با تیم سبای قم به دست آورد. او 4 سال در سبا بازی کرد و کم کم به عنوان مدافعی آینده‌دار شناخته شد. در سال 1392 به راه آهن پیوست. در این تیم بود که خیلی بیشتر به چشم اومد. رضاییان در راه آهن علاوه بر دفاع چند گل مهم هم به ثمر رسوند و همین باعث شد نگاه‌ها بیشتر به سمتش جلب بشه. گلزنی برای یک مدافع راست اتفاق کمیابی بود و نام او را سرزبانها انداخت. اوج کار رامین در سال 1394 رقم خورد وقتی به پرسپولیس تهران پیوست. خیلی‌ها منتظر بودند ببینن عملکردش چطور خواهد بود. او خیلی زود خودش رو به هواداران ثابت کرد. با سانترهای دقیق، دوندگی‌های بی‌امانه و شوت‌های قدرتمند به یکی از مهره‌های اصلی پرسپولیس تبدیل شد. در دوران حضورش در این تیم لحظات خاطره‌انگیزی رقم زد و محبوبیت زیادی بین هواداران به دست آورد. بعد از درخشش در پرسپولیس تصمیم گرفت تجربه جدیدی کسب کنه و راهی اروپا شد. او به تیم اوسنده بلژیک پیوست. اگرچه حضورش در فوتبال اروپا طولانی نبود، اما تجربه ارزشمندی برایش به شمار می رفت. مدتی بعد به قطر رفت و پیراهن تیم‌های اشهانی، الدهیر و اسیلیه رو پوشید. در لیگ قطر هم توانست بازی‌های خوبی ارائه بده و با گل‌ها و پاس گل‌هایش خودش را نشان دهد. بعد از چند فصل حضور در خارج از ایران به کشور بازگشت و مدتی برای سپاهان بازی کرد. اما مهمترین انتقال او در تابستان 1403 اتفاق افتاد، جایی که با قراردادی پرسر و صدا به استقلال تهران پیوست. رسانه‌ها از این انتقال به عنوان بمب نقل و انتقالات یاد کردند. رضاییان خیلی زود نشان داد که خرید مهمی برای استقلال بوده. در اولین بازیش پاس گل داد. در دومین مسابقه مقابل ملوان 2 گل از روی نقطه پنالتی زد و بهترین بازیکن زمین شد. حتی در لیگ قهرمانان آسیا هم توانست اولین گل آسیایی خود برای استقلال را برابر القرافه قطر به ثمر برساند. رامین رضاییان فقط در سطح باشگاهی موفق نبود، در تیم ملی هم سابقه درخشانی دارد. او اولین بار در سال 2015 به تیم ملی دعوت شد. نخستین بازی ملیش مقابل عراق بود و اولین گل ملیش را مقابل تیم گوآم به ثمر رساند. در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 نقش مهمی داشت و همراه تیم ملی به روسیه رفت. او در چند تورنمنت بزرگ دیگر هم پیراهن ایران را برتون کرد و از مدافعان قابل اعتماد کیروش محسوب می‌شد. سبک بازی رامین ترکیبی از توان دفاعی و قدرت هجومی است. سرعت بالا، سانترهای دقیق، شوت‌های محکم و جنگندگی بی‌وقفه باعث شده همیشه یکی از خطرناک‌ترین مدافعان کناری فوتبال ایران باشد. او علاوه بر دفاع راست، توانایی بازی در پست وینگر راست را هم دارد و همین ویژگی‌ها باعث شده مربیان مختلف به او اعتماد کنند. در طول دوران حرفه‌ایش با تیم‌های مختلف به افتخاراتی مثل قهرمانی لیگ برتر ایران، جام حذفی و حتی افتخارات فردی دست پیدا کرده. اما شاید مهمتر از همه اینها مسیر زندگیش باشد، مسیری که از یک روستای کوچک در مازندران شروع شد و به تیم ملی ایران و باشگاه‌های بزرگ داخلی و خارجی رسید.